زلانی خیلی کارخانه چی کارخانه شخصی میاخی کارخانه دولتی ای چوده روی روز نمروز شید 50% کارگرای کارخانه نیستن همیم کار شید همیم نغمه شید چی پایی ای گوار ایجی بیو پیش بیو ای چی پایی ای چه خیلی کار بیایی ای این کارخانه ایمن نیست این کارخانه دولت داده که رزولتات نشون تیم چو در میکنین نه این که من نخواد طرفی تو آواز بلند کنم تو یک مادری ما باید که خاک پای مادرها رو تفاهم کنیم نه که ما مجبورم به سر یک مادر داد بزنم چو وای مرگم بخششی زیاد خیلی خطان میدانن که ما در خانه گوده که مایده دارم آخی تا خستم وای گودک ما پامپرساش علیش کدم تا شیر کردم دادم تا خانه در مجام کدم که دیر شد خیلی بخشی زیاد ای پگه دیر نمیکنم کوشش میکنم که با وقت رگمی کارام بود کنم بیام بخشیش که اخیران دو مایی بابی جان بخششی زیاد البته مورم مادرم شیر میداد لباس تازه میپوشاند سر رومانو تازه میکرد نه که با همه کاراشو دیرام میکرد آخی خیلی مالی تو یک نفر مادری مالی آخی بلند کارات خوش رو بصفت بکا اکا کرای دیر کردم هفایی زفر ایجی بیو و علیکم برسلام زفر جانی قد روز خوش رو وکی کرسافی کیرای نومی کرسافچیکی کیرای این همی قد و بست خوش رو کیرای انمی چشمای کلان آخی چو بر وقت نمیویی نیم روز شده همیم کار بیایی ای اینه کار دمی با فرادارانتی که با گشته بیایی نمیشه چون دیر کردی خیلی اونو گهور و خیلی بیچاره اوچای کارو باری اوچای رو من خودم میفهمم گوش کن این تلفن تو بکشو تسترک ای پی کشو تا اول من بفهم که چون دیر کردی چون خیلی آخی بابی همین اویلیکو رو دیر میتین آخی دیر این بحانه یافتی بحانه تا چی دروغه آخی معاش دیر میتین اویلیک دیر میتین خیلی آخی دیرم باشه ما همه اویلیک میتیم کو او من دیرم باشه آمدم کو وای ما حال همو بابیت رو ببینم در خانه غرزه بابیت با کی هسته؟ مامت هم هست؟ نه ماما مالی عدیر ده نکی حال بابیت همی جده یاخی؟ او بابیم تو که حال خانه تان دور ایجا نه این رسیدم این همین خونی ما این همین معلم خونی ما خبری اختون ختی بابی مصلحت کنی چی خیلی خدا میرم ختی بابیت مسئله میکنم پیش درو خیر رفتم پیشی بابیت این چی گپای یگان حرمت عزت بین آموزگار و بین شاگرد عموما دیده نمیشه در تو ما یک مهنت میکنیم درس میتیم تعلیم میکنیم تربیت میکنیم شما را این شما باشه رفتار نه بابیم بیاره داینا سلام علیکم و علیکم السلام سلام بابی خوبه اینجا این نوری خطونه یا این نوری خدمت نوری خطونه یا بابی با فکرم که برای تربیت کردن همین خودت یا وقت نداری یا که خودت تربیت نمیکنی همین را چو مکتب تربیت میکنن کو مکتب تربیت میکنن درست بابی اونه که باید فرزند اول تربیت را در خانه بگیره کو بعد در مکتب آخه اگر نیمگر اندک عقل یاد بتین تمیز یاد بتین اگر آداب و معرفت گوزنی یاد بتین آخه اما آموزگاریم بین ما و بین شاگرد قطعی همین نویری شما که عموما یگان نمود تربیت داری دیده نمیشه یگان نمود ستونای گوزنی نیست که این آموزگار رو حرمت کنه و گوزن یاد بگیره این چی گپای بابی آخه نمیدونم من دوی نصیحت میکنم که همون پیش استادات هم فقط سری خم بیست سری خم شمشیر نمیبورم میگم آینه بابی خودت آدمی با عقل میتاوی نه که ایره چخیلی تربیت کردی من حیرانم تا این حالی ایروزینه کاری که دیگه ایره من خودم گوزنم یا که خودت گاو میزنی بابی تا نه من گاو نمیزنم معلم جان لبای خودت خوش رو گاو میزنی و نه که من خودش بگم ها من گوزنم بابی من گوزنم این چی گپای تا کی ما خواب میکنیم دیگه نمیشه و خواب کده
یا که ایرو تعلیم و تربیه میکنیم بابی یا که نویرتان دلاش ای مکتب میتم سر میکنم شب بگی یگان مکتب دیگه بر درس بتیم شب نه من یگان مکتب نمیرم یگان مکتب میره چوب آخری گام میزنی مکتوب خمانده میخونم یک گازن کو چیکار کردی میروز چی گناه کرده بگو تو پلنگ چی گناه کرده که تو گازن گفته سمسنی معلم بابی تزریق کردی چیکار کردم چی خیلی کار کردی چی گفتی طرفی من واه من طرفی گفتم چی که گفتی؟ من گفتم که من پول ریمان نمیارم انا دیدی بابی در مکتب وقتی که میخونه ای او مکتب تعلیم میگیره تربیه میگیره چوب پولی دیمونتی مکتب نمیآورده همه شاگردا میآورد یعنی این همین نویریش ما نمیآورده برای چی کار انا که برای چی اکو چون تو نمیسپاریدی نمیسپارم چو آخه بابی لبای وقتی که خمون آقلامون ریمان کردیم ها یا ما دو پول ندادن کو شده ما برای ریمان که مکتب پول میدادم اینا سمنت تا حاضر در همین بیرو فریدگی در روی خاک خموچ با میگن که اینو ما بیتون ریختیم بیتون شکست سمنت قوت نداره سمنت قوت داره و نه که یه جای سویگی نموندی یه جای قاق دکی نموندی نمیکشه سنگ سمنت میشه آخه این در روی خاک موندی آخه با همین تو مگذره سراکش که گذشت این با خاک سمنت میشه تو با این چی ده خاک سمنت میشه میدونم چه خیلی بزار کردن در جانم چی گفت شی تیریخ دو پا پیسه که دیزی بزار شیدم نکیه بزار شیدم چی گفت شی ده همی بیرن نمیرم همی دروازه بیرن که موگم باش گب میتیتا همی بیرن اسپتی برامدن نمیکنم که دانجوان گب میتیتا ای اوس بالا برامدنی نمیشم که او خالدار بایش قارد کده ایسا دیگه ای طرف میرم سمندرش ای طرف میرم کوچکرش ای طرف میرم بوجوکخانش ای طرف میرم با این ای همی توپلنگ زفر کو در جون و جگرم زدیم بابی یا هم گب میتیم بزار شیدم ای همه نه او ساندست توپلنگش برمای قطی سپرتیفیکی ذاتش گب داد اوش یعنی کدم که با این زفرش قارد کردگی من میدانم یار چه خیلی کنم حال نفهمانده گفتمش که یک بار دیگه اگر یک گپ دیگه بکو ایکراد من دیگه یگان چخورد نمیکنم بابی میخپم میزنم تمام دیگه نمیش خیلی گاور جون تو حال قطی همین بچه های گفتی که جنگ کردی خوب کردم بابی جان یو خوب وی کردم چی نمده گپ میتن گپ نتین یگان تاش ای وای آخه تو این خیلی کنی دیگه تو هیچ کس نمیگیره تو شو کرده نمیتونی وی بابی ای تو کی باشن مره یه حیات هیچ کنه نمیگیره ما همی تاری سری تو پرگروز شیدم میستم بگو اما ما در این قشلوق بابی یگان بچه نماندم که قطی و جنگ نکده باشو ما که تمام یه حیات شونو میکنه میگردم هم خیلی چوا شونو میکردی گاور جان این خیلی نگوی دهت شمال ببره پرونه که تو شو میکنی ای کجا شو میکنم بابی این قشلوق دقتی همه جنگ کده مکو نه گاور جان ای قشلوق خودمون نه همین ای قشلوقای همسایه خواه نخواه یه چومو پیدا میشه